آقا اگر وارد یک صحنه تصادف شدین، به عنوان نفرات اول ایمنی خودتون رو لحاظ کنین، مکانیسم حادثه، تعداد نفراتی که مصدوم هستن رو اونها رو برآورد کنین، با نیروهای امدادی تماس بگیرید. اگر مصدومی در داخل خودرو گیر کرده بود از روبرو توجه کنین که اگر هوشیار بود از روبرو بهش نزدیک بشید و بهش بگین که تکون نخوره. اگر هوشیار بود و اعلام کرد که در ناحیه ستون فقرات احساس درد داره و شما شک دارین که آسیبی وارد شده، شما موظفین که از طریق دستی منوال سر و گردن رو بهش توضیح بدین، سر و گردن رو در یک راستا نگه دارید، اینجوری نچرخونید، شما نگه دارید تا نیروهای امدادی برسند. تنتون سلامت. لایک و کامنت و اینا یادتون نره بفرستین برای دوستاتون.